به نام الله بخشاینده مهربان. این لحظه می خواهم یک قصه از روزگار صحابگان نقل کنم. صحابه کرام انس بن مالک هر گاهی که محاربه شدید توستار را به یاد می آورد گریه می کرد. در جنگ وزنین و خونین یکی از قلعه های بزرگترین فارس ها به دست آورده شده بود. این محاربه نهایت سنگین و مشکل بود و 1.5 سال طول کشیده بود. در این جنگ 30,000 مسلمانان بر ضد 150,000 ارتش مبارزه بردند و در تاریخ یکی از محاربه های بیرحمانه نام برده می شود. حالت همان وقت نهایت مشکل بود اما در نتیجه مسلمانان غالبیت به دست آوردند. لیکن این غالبیت مسلمانان بعدی برآمدن آفتاب بود، یعنی نماز بامداد را بعد آفتاب برآمدن ادا کردند، یعنی همان روزی که غالبیت به دست آمده بود. انس بن مالک از آن گریه میکرد که بار اول در حیاتش نماز بامداد را از دست داد. وی گریه میکرد، آبی چشمانش میریخت، هرچند سبب داشت، چون که چیزی بزرگترین را از دست داده است. شادی غالبیت در جنگ با اندوه ادا نکردن نماز بامداد در احساسشان آمیزش یافت. بعد محاربه گستار ابو موسی الاشعری می گوید: به الله قسم نماز بامداد را از دست دادیم. برای من نماز بامداد به از 1000 غالبیت است. سبحان الله. گریه ها برای ترک یک نمازی که به سبب نبود. وای بر حال آن عمری که از 50 گذشته است و به درگاه خالق آن اللهی که آفریدشان سجده نکرده، توبه نکرده و باز بے پروایند. الله سبحانه و تعالی ایمان ما را زیاده گرداند و به راه راست ما را هدایت فرماید و از ترک کردن این نمازها امین نگه دارد و توبه ما را بپذیرد. خانه آباد و سربلند باشد.